سلام بچه‌ها، روزتون بخیر، ان شاءالله که خوب باشین. یه موضوعی رو خیلی میشنویم، حالا میشنیدیم، الان باز کمتر شده و اون هم اینه که والدین در برخورد با دخترها و پسرهاشون متفاوت عمل میکنن و به دخترهاشون گیر میدن که زودتر بیا خونه، محدودیت‌هایی براشون میگذارن و مسائلی از این جنس. شاید بد نباشه بهش فکر بکنیم چی شد که اینجوری شد. اصلا حالا از دیدگاه روانشناسی تکاملی بهش نگاه بکنیم، روانشناسی تکاملی میگه که هیچ رفتاری در خزانگان رفتاری بشر تصادفی به وجود نمیاد. اگر به وجود اومده و حتی ماندگار شده، احتمالاً کارکردی داشته که به وجود اومده. بیایم برگردیم به دهه 70 میلادی به عقب‌تر، یعنی قبل از دهه 70 میلادی، که لوازم پیشگیری از بارداری، روش‌های سخت جنین خانگی و مسائلی از این جنس در دنیای قبل به وجود اومد و با سرعت خیلی بالایی فراگیر شد. قرص‌های پیشگیری از بارداری اومدن و مسائلی از این جنس. قبل از 1970 اگر یه آقا و خانومی با هم رابطه جنسی برقرار می‌کردن، خب بعد از اینکه این اتفاق می‌افتاد و این دو نفر از هم جدا می‌شدن، احتمالاً هزینه‌های متفاوتی رو هر دوتاشون میپذیرفتن. شما فرض کنید که یه سفری رفتید خارج از کشور، با یه آقا یا خانومی آشنا میشید و به هر دلیلی، من نه تایید می‌کنم نه رد می‌کنم، شما رابطه جنسی برقرار می‌کنید. سوال اینه، بعد از اینکه یک هفته 10 روز یه ماه اقامت کردید و هر دوتاتون برمیگردین به کشور مقصد، سوال اینه هزینه‌اش برای هر کدوم از این دو نفر چقدره؟ هزینه‌ای که آقا میده احتمالاً صفره، دنبال زندگیشه. اما هزینه‌ای که خانم میده احتمالاً بارداریه. نمیدونیم، شاید این اتفاق بیفته و هزینه این بارداری ممکنه که 9 ماه و حتی تا آخر عمر به گردن خانم باشه. حالا پدر بچه کجاست، بابا کجاست، نمیدونیم. کی قراره حمایت بکنه، نمیدونیم. در طی تاریخ اگر دقت بکنید، حتی در جنگ ها همین اتفاق میافتاد. عموما خانم ها رو جلو نمیفرستن. اوکی؟ چون خانم ها در معرض تجاوز و بارداری قرار میگیرن و واسه همینه که حتی همین الان که داریم با هم حرف میزنیم، تو سال 2024 تو قلب اروپا، تو جنگ اوکراین و روسیه، شما شاید میلیون ها ویدیو رو توی یوتیوب بالا پایین بکنید، شاید یه دونه سرباز مثلا خانم پیدا بکنید. پس کلامم رو اینجوری خلاصه میکنم، اگر رفتاری رو میبینید که در طی تاریخ بوده، احتمالاً رگه هایی از واقعیت از اون پشتیبانی میکنه. الان توی ماجرای برخورد دوگانه والدین با آقا و خانم یا دختر یا پسرشون، داستان هزینه اون رابطه است. شاید پدر مادرها به شفافیت و عریانی اینو نمیتونن به زبون بیارن و وقتی که توی جلسه مشاوره میگم مادر جون، پدر جون، من اجازه دارم باهات شفاف حرف بزنم، و میگه بله، وقتی اینو مطرح میکنم میگه آره خدا پدرتو بیامرزه، زدی تو خال. برای همینه که شاید بد نباشه اگر اون فضای امن بین خودتون و فرزندتون برقرار هست، اینو به صراحت مطرح بکنید. شاید نتایج خوبی ازش بتونید دریافت بکنید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید.